ظاهراً از گرمی شدید این شب و روزی تاجیکستان اساساً فروشنده های نوشابه های سرد و تاجران ونتیلاتورها برد میکنند. با گفته حافظ ونتیلاتورهای در 3 روز آخر فروخته او بیشتر از ماه گذشته است. 2 روز دیگه 3 روز دیگه میفروختیم، هر خیلی به سعودی سوس بود. نرخ این هوا سرد کنک ها نسبتاً ارزان است. ونتیلاتور ما ببینید نخوش داریم 100 سوم 150 سوم 200 سوم. اول روز که سعودی سوس حالا سعودی خیلی خوب است. در روز میفروشیم 5 6 دانه. آنهایی که در خانه کندیسیونر ندارند از گرمی طاقت فرسا زیر سایه درختان و لب آب پناه میبرند و یا ساعت‌های دراز خود را در بازارهای پوشیده و مجهز با دستگاه‌های سردکنی می‌گذرانند. اساساً زیر سایه می‌گردیم. در وقت خرید کردنم به حضور می‌گرده سالخین اینجا. لیکن در بیرون بسیار گرم. اینجا نسبت به بیرون سالخین‌تر است. به همین خاطر می‌شود تا پس آمدن حرارت در بیرون در همین داخل گشت و گذار کرد. طبق پیشگویی هواشناسان گرمی شدید در تاجیکستان تا 12 ایول دوام می‌یابد. در ختلان این روزها درجه هوا روزانه در وادی‌ها از 40 تا 44 در ناحیه‌های تابع مرکز و ولایت سوخت تا 42 می‌رسد. در منطقه‌های کوهی سوخت و ناحیه‌های تابع مرکز تا 32 درجه هوا گرم است. по горным районам Сагдийской области и РРП до 32-34 градусов Цельсия. متخصصان میگویند آخر هفته هوا کمی سلقین‌تر می شود ولی این دیر دوام نمی کند. حرارت هوا تا 3 و 4 درجه برای کوتاه مدت پایین می آید، اما بعد این تدریجاً باز گرم خواهد شد. پزشکان و نجات دهندگان ساکنان را آگاهی می دهند که زیاد زیر آفتاب نگردند و بیشتر آب بنوشند. مردم منطقه های کوهی باید هوشیاری را از دست ندهند زیرا بنابر گرمی احتمال آبشوی پریخ ها و فرآمدن سیل و سنگریزی وجود دارد.